سلام علیکم خدمت دوستان عزیز بینندگان افغان فارم و عید سعید فطر را بر همه شما تبریک گفته و سال نو 1405 را خدمت شما تبریک میگویم. و امروز تاریخ 4/1/1405 دوباره با من عبدالعلی غلامی سال نو و بهار نو در خدمت شما هستم و برای شما ویدیوهای تازه میگذارم. و دوستان عزیز، مشکلی در کجاست؟ مشکل اینجاست که اکثریت پلاستیک خود را نکشیدن و همچنان مثل این گلخانه هایی که مشکل دارند. مشکلشان در کجاست؟ که در بسته بودن مرز پاکستان است که متاسفانه مرز پاکستان بسته و مردم بلا تکلیف ماندن که کشت کنن یا نکنن. و این بنده های خدا که تازه انبار کشیدن میخواین کشت کنن و توکل بر خدا. و انشالله در ویدیوهای بعدی برای شما طریقه کشت را خواهم گفت. و دوستان عزیزی که میخواهند در گلخانهشان لوبیا کشت کنند در اینجا کامنت بدهند و پیام بگذارند. ما طریقه کشت و طریقه برداشتشان را برای شما خواهم گفت انشالله. دور بعدی ما ویدیوی کشت و ویدیوی نشان را میگذارم.